اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفس های دوست داشتنی و همیشگی یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. امشب شب شهادت نهمین امام و پیشوامون هست، مظهر جود و سخا حضرت جواد بن رضا علیهم السلام، امام عزیز و نازنینی که در 8 سالگی به امامت رسیدن بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام رضا جانمون، و در 25 سالگی هم به شهادت رسیدن، اونم به دست همسرشون ام الفضل که البته دختر مأمون بود. و عرضم به حضور شما که در کاظمین هم مزار شریفشون هست. خوشبال اونایی که امشب ظاهر با مرام و معرفتشون هستن، ایشان و پدر بزرگشون. امشب رو از این جهت به محضر امام زمانمون و به محضر همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. برنامه‌مون رو کلاً اختصاص میدیم به حضرت جوادالائمه علیه السلام و از زبان کارشناس برنامه‌مون حجت الاسلام المسلمین ابوطالبی عزیز که قدم چشم من گذاشتن پیرامون ایشان خواهیم شنید و استفاده میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت. علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی و همه بینندگان این برنامه هم عرض سلام و ادب دارم و هم عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام و خدمت آقا مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه در خدمتتون هستم. محبت دارید، خدمت از ماست و خوشحالیم برای بار دوم ما خدمت شما هستیم و باعث افتخار می‌کنیم. خب عرضم به حضور شما که اگه اجازه بدید من با یه سوال کلی‌تر شروع بکنم قبل از اینکه ورود به بحث سیره در واقع امام نهممون داشته باشیم. یه سوالی که همیشه برای من مطرحه اینه که حالا حضرت جوادالائمه جزء امامان متأخرن، ما امامان متأخر رو انگار که کمتر اطلاعات ازشون داریم، در صورتی که به لحاظ زمانی به ما نزدیکترن و آدم احساس میکنه خب پس باید ما اطلاعات بیشتر از اینها داشته باشیم. اما چرا اینجوری؟ اولا این حرف رو قبول دارین شما که مثلا ما تو منابع اطلاعات کمتر از اینا به ما رسیده؟ اگه قبول دارین چرا اینجوریه؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. البته این که در منابع خیلی اطلاعاتی کمتری لزوما رسیده باشه شاید در مورد همه بزرگواران صادق نباشه، اما این که تو فضای عمومی جامعه ما کمتر مردم ما اطلاعات دارن در مورد این ائمه علیهم السلام نسبت مثلا به ائمه قبلی مثل امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حتی بعد امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام، اصلا تا خود امام رضا بیشتر از امام رضا به بعد یه دفعه انگار نمیدونم چجوری اینا کمتر مورد توجه پرداخته شده. شاید چند تا علت داشته باشه. ببینید شاید یکی از علتاش این باشه که توی زیارت امام رضا علیه السلام داریم که تعبیری هست که زیارت امام، کسی که میاد زیارت امام رضا علیه السلام ثوابش از زیارت کربلا بیشتره. بله. یکی از دلایلش رو این گفتند که ببینید ما با عصر ائمه شروع کردیم، حتی از عصر پیامبر صلی الله علیه و آله که شروع کردیم، هی مسلمون ها چی شدن؟ غربال شدن. یعنی بعضی ولایت اصلا نپذیرفتن ولایت ائمه علیهم السلام رو، اونا جدا شدند. بعد امیرالمومنین علیه السلام اومد، امام حسن علیه السلام اومد، بعضی با امیرالمومنین بودند با امام حسن نبودند، بعضی با امام حسن علیه السلام بودند امام حسین علیه السلام یاری نکردند در کربلا. همینطوره. و بعد از امام حسین علیه السلام که امام سجاد علیه السلام اومد ما یه فرقه جدید داریم به نام زیدیه که از امام سجاد علیه السلام اینا جدا شدند، یه مسیر دیگه رفتن. بعد میرسه به امام کاظم علیه السلام که فرقه هایی پدید میاد مثل اسماعیله، مثل واقفیه. اینا در حقیقت چیزایی هست، کسانی هستن که باز اینا دوباره جدا میشن. بله. و از امام رضا علیه السلام به بعد دیگه کسی که امامت امام رضا علیه السلام رو قبول داره اون شیعه اثناعشریه که تعدادشون دیگه خیلی کم به نسبت کمتر میشه. شاید چون اونا وجه مشترک عده زیادی است از مسلمون ها، به همین تناسب ما کمتر میدانیم یا حتی ممکنه کمتر هم بعضن مطلب شده باشه. مثلا امیرالمومنین رو خب حتی اهل سنت هم عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، درسته، ولی بقیه ائمه رو اونا عنوان خلیفه قبول ندارن.
ولذا اونجا دوباره ایشون هم مطرحه. کمان که حالا خود پیامبر که وجه مشترک همه ماست، خب خیلی بیشتر در موردش پرداخته میشه. تو جهان اسلام شما میبینید مناسبت‌های مختلف، مثلا میلاد پیامبر باشه، در مورد پیامبر خیلی صحبت میشه، خیلی برنامه برگزار میشه، خیلی کتاب‌ها نوشته میشه. ولی مثلا در مورد ائمه هر چی میایم بالاتر، تعداد در حقیقت طرفداران اینها به نوبه کمتره. شاید یکی از علت‌ها این باشه. یکی از علت‌ها هم میتونه عمر کوتاه این امام‌های اخیر ما علیهم السلام باشه. همه جوان به شهادت رسیدن و عمر کوتاهی داشتن و خصوصا از امام هادی علیه السلام به این طرف، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام که دیگه تحت فشار و مراقبت و در پادگان، و امام حسن عسکری که دیگه کاملا نشون دهنده شرایط سخت و خیلی خفقانیه، شرایط روانی سختی است. یعنی شاید امام کاظم علیه السلام در زندان شکنجه می شدند. آره. ولی این بزرگواران شاید اینجوری ندارن، ولی خود این تحت فشار قرار دادن روانی و محدود کردن، حصر بودن، امکان ارتباط خیلی سخت باشی، ایام باشه، اینا طبعا باعث شده که هم بالاخره طبعا مطالب کمتری و هم کمتر از اینها به اصطلاح ذکر به میون اومده. اینم میتونه یکی از علت‌ها باشه. حالا من یه دلیل دیگه خودم پیش خودم فکر می‌کردم این بود که گفتم شاید به مرور هم که شما اشاره کردین دیگه ارتباطات هم کم میشه و از طریق شبکه وکالت و اینا انگار دارن یه جورایی مردم مهیا میکنن برای درک شرایط غیبت. به همین خاطر خانه‌ها کمتر هم شده اطلاعات. بله. دقیقاً اینم همینطوره. یکی از نتایج همین اتفاقی که آماده داره میشه شیعه برای اینکه دیگه اصلا با امام ارتباط نداشته باشه. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. من توی به قول ما تلویزیونیا توی پلاتوی اولم عرض کردم که امام جواد در 8 سالگی به امامت رسیدن. بله. همین الان خیلی از همین مسلمون ها، شیعه ها براشون باز جای تردید، آخه مگه میشه بچه 8 ساله چجوری؟ اون موقع چطور مردم پذیرفتن که یک بچه 8 ساله هر چند فرزند امام معصوم او چجوری بچه 8 ساله میتونه؟ چون تا قبلم چنین تجربه سابقه نبود. بله، ایشون اولین امامی هستن که در سن کودکی به امامت میرسن. چجوری پذیرفتن؟ بله، این مسئله عجیب بود. حتی شما میدونید دیگه در مورد امیرالمومنین علیه السلام هم که در حقیقت بعد از پیامبر حدود 40 سال داشتن، 30 سال داشتن، اونجا هم تازه میگفتن جوانه. آره. لذا توقع داشتن یه آدم جا افتاده بالاخره مسنی که تجربه بیشتری. واقعیتش اینه که اصلا یکی از بحران‌های زمان امام جواد علیه السلام همین بود. یعنی وقتی امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن، این برای مردم خیلی سوال بود. حتی برخی از اصحاب معروف و بزرگ که جزء راویان خوب ما هستن، مثل یونس بن عبدالرحمن، که این نقل هست که در منزل امام رضا علیه السلام که مردم جمع شدن داشتن گریه و ناله می‌کردن به خاطر شهادت امام، یونس عبدالرحمن بلند میشه میگه آقا گریه ها حالا خوبه، گریه کردیم، بسه، چه کار کنیم با این کودکی که الان در میان ماست و تا این بزرگ بشه چه کار کنیم؟ یعنی او هم برای شبهه بود که آقا تا این بزرگ بشه ما چگونه میتونیم این امام رو چیکار کنیم که نه این نمیتونه امام باشه. که ریان یکی دیگه از اصحاب امام علیه السلام بلند میشه و حتی درگیر میشه با یونس که چه حرفی داریم میزنیم؟ مگه امام کوچیک و بزرگ داره؟ مگه امام بالغ و غیر بالغ داره؟ لذا این ریان همون ریان ابن شبیبه؟ نه ریان ابن صلیب به نظرم هست اسمش، اون نیست. این اتفاق که میفته، امام علیه السلام خودشون میرن منبر و صحبت میکنن و اونجا میگن شما بیایید من از انسابتون و اسلابتون بگم. تک تکتون بیاد بگم نسباتون کجاست، عجب، فرزندان بعدیتون کیان، بیاید به اصطلاح اسرار زندگیتون رو هر کدوم خواستید من براتون بگم. ولذا امام نشون دادن که نه، از یک علم غیر عادی و غیر طبیعی برخوردارن که همون علم لدنی که ما میگیم امام معصوم داره. حتی یکی از این زیدی ها میگه که من داشتم رد میشدم دیدم یه شخصی اومد و مردم دارن احترام میکنن، گفتم این که؟ گفتن این امام شیعیانه. گفتم تقبیح کردم که این شیعیان یک کودکی رو مثلا به عنوان امام قبول کردن، خدا ازشون نگذره، این چه مثلا تعبیری است. یه همچنین داشتم اینو تو ذهن خودم میگفتم، یهو دیدم که امام جواد علیه السلام آیه رو خوند که مردم نبوت حضرت صالح رو نمیپذیرفتن و تعجب کرده بودن.
میگه این آیه رو که خون، من گفتم این ساحرم هست. ذهن من آره ذهن من خون. گفت اینو که خون گفتم، گفت این تعبیری رو به اصطلاح امام جواد علیه السلام باز آیه رو خوندن که القی از ذکر علیه، که خدا این رو به دل او انداخت این ذکر رو. گفتم این یکی دیگه. آره. و میگه همونجا من متوجه شدم که نه این دیگه طبیعی نیست و لذا همونجا شیعه میشه، یعنی از زیدیه برمیگرده به تشیع. لذا یکی از اتفاقاتی که اون موقع بود همینطور بود، خیلی ها می اومدن امتحان میکردن امام، اصلا سوال میکردن ببینم میتونه جواب بده یا نمیتونه. مناظرات علمی برگزار میشد، لذا مناظرات مکرر و حالا طبق برخی از نقل‌ها بیش از 30,000 سوال و جواب از امام علیه السلام شده که حالا برخی از اینا هم به ما رسیده و مناظراتی که معروف هم هست از امام علیه السلام. لذا این بله مسئله و بحرانی بود، بعضیام نتونستن بپذیرن و خود همینم باعث شد که امام علیه السلام هم خودشون اقدام کنن که نشون بدن علم لدنشون رو، هم دیگران می اومدن میپرسن، وقتی میدن امام میتونن جواب بدن و جوابای خاص دیگه قانع میشدن. پس این بنیه علمی امام فضا رو دگرگون کرد. کاملا برعکس شد که همه دست رفت بالا، آقا حق با شماست و پذیرفتن. بله عموما پذیرفتن و این یک مسئله بود. خب این مسئله در دوره‌های مختلف هم هست دیگه، شامل داخل امیرالمومنین علیه السلام این بحران هست. بله که بالاخره دیگرانی میان ادعا میکنن و برای بعضیا چالش میشه که آیا واقعا امیرالمومنین علیه السلام امام هست یا نیست. در مورد سایر ائمه این بحران ها بوده دیگه. خود امام رضا علیه السلام اصلا یکی از بحران هایی که پیش اومد، چون امام رضا علیه السلام 40 حدود 6-7 سالگی امام جواد علیه السلام به دنیا اومدن، مردم تلقیش این بود که خب این اگر بچه نداره پس، چون تلقیش بود که امام باید فرزند او امام بعدی باشه. هرچند لزوما اینطوری نیست دیگه، میدونیم ما مثلا امام حسن علیه السلام فرزندانش امام نشدن، امام حسین علیه السلام شدن. ولی خب این تلقی بود و لذا براشون شبهه بود که اگه این فرزند پسر خصوصا نداره، که حالا اختلاف این مسئله، ولی بعضی میگن تنها فرزند امام رضا علیه السلام امام جواد بود، گفتن این نداره پس این امام نیست. یعنی در خود امامت امام رضا هم شک کرده بودن که امام رضا فرمودن که نه، من فرزندی دارم که به دنیا می آید و او باعث شناخت حق از باطل خواهد شد. انگار همیشه در کل تاریخ و تا همین الان قرار یه اتفاقاتی برای شیعیان بیفته که اونا امتحان پس بدن. درجه ایمان و یقین و باورشون به اسلام و اهل بیت و اینا سنجیده شه و عمدتاً سر ولایت. آره سر ولایت همیشه این امتحانه بوده، اتفاق میفته. حالا اتفاقا در همین راستا من یه سوال دیگری میخوام بپرسم که باز شاید اینم محل امتحان بوده، نمیدونم، حالا باید شما توضیح بدین. البته توضیحش بمونه بعد از که بریم. من مخصوصا الان این سوالو مطرح میکنم که یه دقیقه مردم فرصت داشته باشن راجع به این جواب این سوال خودشون فکر کنن. من اول عرضم دوباره عرض کردم که امام رو همسرشون به شهادت رسوندن که دختر مأمون بود. بله. بعد این سوال پیش میاد که مأمون که دخترش رو به همسری امام در آورد، چرا امام تن دادن به این ازدواج؟ چرا پذیرفتن که حالا باید بخواد این اتفاق بیفته؟ اینو راجبش می‌خوایم صحبت بکنیم بعد از فاصله‌ای که میگیریم و انشالله زلف دلی گره میزنیم به آستان مقدس امام نهم. خب برای استفاده بیشتر از وقت پرسیدم از آقای ابوطالب عزیز که چرا امام تن دادن به این که با دختر مأمون ازدواج بکنن. بله، حالا میدونید خب خود امام به اصطلاح نوجوان بودند و همسرشون هم سنشون کم بود وقتی که ازدواج کردن و برخی حالا نقلا اینه که این ام فضل بعدن اینطوری شد، یعنی از لحاظ اینکه بخواد دشمنی کنه با امام. از اول اینطوری نبود. اما اینکه حالا خود مأمون این کارو کرد، یه وجهش این بود که بالاخره رسما یه خبرچین و جاسوس در درون منزل امام گذاشت، میتونه به بهانه احوال و پرسش احوال امام ببینه بالاخره امام کیا میرن کیا میان، چه تحت کنترلش. بله دیگه تحت کنترل. اما اینکه امام جواد علیه السلام پذیرفتن این مسئله رو، یکی از دلایلی که شاید به نظرم میاد دلیل قابل قبولی هم هست که برای اینکه امام جواد علیه السلام این رو پذیرفتن این بود که خود امام وقتی این رو پذیرفتند دیگه امام شدن داماد خلیفه. بله. وقتی امام داماد خلیفه هستن قطعاً اطرافیان حساب دیگه باز میکنن و فشارهای دیگران رو امام جواد خیلی برداشته شد. بله.
و امام به عنوان خدمت شما عرض کنم قوم که و داماد خویش خلیفه بالاخره دستشون خیلی بازتر شد، در ارتباط با شیعیان دستشون از این جهت بازتر شد و حتی به نوعی شواهد نشون میده که فشارها رو شیعیان هم کمتر شد. یعنی چون بالاخره محبین امام جواد علیه السلام مثلا میگفتن آقا مراد اینا کیه؟ داماد خلیفه است. اینا طرفدارای کیان؟ داماد خلیفه. خود این باعث شد که فشارها رو امام جواد علیه السلام کمتر بشه و روی شیعیان هم فشار کمتر بشه. و چون از این طرف هم تحت کنترل بود به نوعی دیگه، امام هم اونا هم خیالشون راحت بود که ما داریم کنترل میکنیم امام رو، لذا اونا هم خیلی نیازمند فضای دیگری نبودن. خود همین به نظر میرسه باعث شد که ارتباطات امام با شیعیان از این جهت راحت تر بشه و اون شبکه وکالتی که حالا شاید ریشش به زمان امام سجاد علیه السلام برمیگرده که بالاخره بزرگان از شیعه درجه یکاشون که در رکاب امام حسین علیه السلام شهید شدن، درجه دوهاشون هم تو اون قیامای توابین و اینا شهید شدن، خیلی کم مونده بود شیعه واقعی برای امام سجاد علیه السلام. گاهی تعابیری هست که مثلا شاید بگردیم کل این منطقه رو 20 نفر که واقعا ارادتمند باشن پیدا نشه. لذا امام سجاد به تربیت پرداختن و ایجاد شبکه در شهرهای مختلف و این البته در زمان امام کاظم علیه السلام تبدیل به اون شبکه وکالت شد که در دوره امام جواد و امام هادی علیه السلام این خیلی گسترده شد. لذا خود گسترش شبکه ولایت در زمان شبکه وکالت در زمان امام جواد علیه السلام هم میتونه بخشیش معلول همین داستان باشه. لذا امام از این جهت پذیرفتند که هم فشار رو خود شیعیان کمتر بشه، هم خودشون بتونن ارتباطات بهتری از این جهت برقرار بکنن. من 2 سوال یکی میکنم برای صرفه‌جویی در وقت و باز برمیگردم به اون امتحان پس دادنه که شما فهمیدید انگار ولایت هم نقطه کانونی هست. وقتی امام پذیرفتن باز عده شیعیان داغ نمیدونم میگن آقا مثلا چرا شما دارید، شما که بابا ای بابا رو شما یه حساب دیگه، شما هم رفتی دربار، شما هم اینجوری شد مثلا. و کلا تو دوره‌ای که امام جواد زندگی میکرد مهمترین چالش هایی که تو حوزه‌های مختلف حالا اجتماعی و فرهنگی و چیز امام باهاش درگیر بود، از جمله این موضوع هم در داخلش بفرمایید چیا بود؟ بله ببینید، حداقل به خاطر اولا شیعیان وقتی امام برشون ثابت میشد که امامه، یه موقع شک داشتن این کودک واقعا امام هست، حالا دیگه پذیرفتن. ولی وقتی میپذیرفتن امام هست دیگه عموما میپذیرفتن رفتار امام رو، چون میدونستن امام اسمت داره، امام علم لدنی داره. بله حالا بعضی گاهی براشون ممکن بود سوال پیش بیاد، مثلا خود زمان امام حسین علیه السلام که بعضی براشون سوال شد، مثل حجر ابن عدی، برای سوال شد که امام برای چی صلح پذیرفت. هرچند بعضیام تند شدن یه موقع، اینا دیگه حالا بستگی به میزان همون بالا بودن معرفت این آدما بود. و لذا این یه نکته دوم این که یه چیزی بدتر از این اتفاق افتاد زمان امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام رسما ولی عهدی مأمون رو پذیرفته بود، او دیگه ورود در دستگاه خلیفه بود تا اینکه بخواد دامادی داشته باشه. لذا اون مسئله شاید اینو سهل کرده بود که امام رضا علیه السلام به خاطر حالا به هر دلیل مصالح اقتضاد اینو پذیرفتن و البته مردم هم دیده بودن که امام رضا علیه السلام که وارد حالا در ظاهر خلیفه ولی عهد شدن و وارد دربار هستن، اونا نیستند، نه مشیشون نه روششون نه مؤید رفتارهای اونا هستند و لذا این خودش زمینه رو سهل کرد برای اینکه این مسئله هم خیلی برای اینا قابل تعجب نباشه. هر دو مسئله، هم امام بودن ایشون، همون تجربه امام رضا علیه السلام. اما در مورد بحران ها شاید مهمترین بحران، حالا بحران های مختلفی وجود داره ولی مهمترین بحران همین بحران فضاهای انحرافی است که در فضای شیعه هم وجود داره، هم ممکن بود بیشتر بشه. فرقی که بودند مثل واقفیه که بعد از امام کاظم علیه السلام در امام کاظم علیه السلام متوقف شدن. خب میدونید اصحاب بزرگ امام کاظم علیه السلام بودن که بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام، چون امام در زندان بودن مدت زیادی، اینا نتونسته بودن این وجوهات و پولهایی که از مردم به عنوان وجوهات شرعی گرفتن به امام برسونن، اینا جمع شده بود، زیاد شده بود. بعضی از اینا طمع کردن که برای اینکه این پولا رو ندن به امام بعدی، لذا متوقف شدن در امام کاظم، گفتن امامت تمام شد. عجب. این شد واقفیه. خدمت شما عرض بکنم که از اون ور اسماعیلیه که از قبل شده بود، یعنی بین امام کاظم علیه السلام و اسماعیل
فرزند امام صادق علیه السلام که بعضی او رو امام حساب کرده بودن. خب این فرقه هم ادامه پیدا کرده تا امروز. زیدیه هم که از زمان امام سجاد علیه السلام شروع شده بود و اینجا در حقیقت امام با واقفیه با زیدیه، یه فرقه هم هست به نام حروریه که اینا اصلا نسبت به امیرالمؤمنین و اونها اشکالاتی دارن در حقیقت. لذا یکی از مهمترین قلات هم که بودن و قلات که خب بودن دیگه. آره حالا قلات هم بله از این قلات طرف هم بودن از این طرف بله افتاده بله از این ور افتاده بودن. اینا بود و خصوصا کودکی امام جواد اینم باعث شد که بعضیام طمع بکنن. در روایت هست که همون ایام شهادت امام رضا علیه السلام در منزل امام رضا علیه السلام شیعیان جمع شده بودن، اومده بودن و عبدالله ابن موسی عموی امام جواد بله و فرزند امام کاظم علیه السلام و برادر امام رضا علیه السلام اومده بود در منزل نشسته بود و بعد مردم میادن با او بیعت میکردند و او سوالات هم جواب میداد، میپرسیدن مسائل رو جواب میداد و گاهن هم اشتباه جواب میداد. که امام جواد وقتی وارد شدن دیدن ایشون نشسته به نوعی در جایگاه امامت نشسته، خیلی تند با ایشون برخورد کردن که شما چرا وقتی علم نداری مسئله جواب میدی و سوال جواب میدی، غلط داری جواب میدی، بعد چرا همچین جایگاهی رو انتخاب کردی؟ لذا ببینید او هم این اتفاق براش افتاد، چنان که جعفر کذاب هم بعد از امام حسن عسکری علیه السلام اومد نماز امام رو بخونه که امام زمان علیه السلام اومدن او رو کنار زدن. بله اونم عموی امام بودن دیگه. لذا اینجا این انحراف بود. لذا نسبت به زیدیه امام باید روشنگری میکردن، نسبت واقفیه باید روشنگری میکردن، نسبت به همین حروریه باید روشنگری میکردن. و لذا یکی از بحث‌های جدی و بحران‌های جدی بحران‌های اعتقادی بود که حضرت خب باش مقابله میکردن و خیلی از این بحث‌ها و گفتگوها و مناظرات هم تو همین فضا هست. یه مسئله هم نقل شده که اینم شاید نشون دهنده یه بخشی از بحران‌های اخلاقی است. مثلا در اون مسئله امام جواد علیه السلام هنگام مجلس عروسیشون خب دختر مأمون بود دیگه، آوردن یه سری از این کنیزها و زنان مغنیه رو آوردن تو جلسه که بیان بخونن برای مراسم عروسی که حضرت مخالفت کردن و نذاشتن و یه آقایی رو آوردند که هم برقصه و هم خلاصه دستگاهی بود و بنوازه و اینها، که حضرت به او هم در جلسه هشدار دادن و از دستش اون دستگاه رو گرفتن و میگن دیگه هم نتونست بنوازه این دست رو. لذا خب اینم پیدا بود که ببینید چقدر شاید رایج بوده مثلا موسیقی های حرام در اون شرایط. و خب حالا عروسی امام هم هست، اگر امام بالاخره سکوت میکردن تایید میشد اینها و چقدر هم شاید احساس میشد عادی بوده دیگه که مثلا حتی آوردن تو جلسه‌ای که عروسی امام هست. بله. لذا اینم یکی از چیزایی که حالا شاید میشه گفت اون موقع رایج شده بوده، چون از قبلش هم این اتفاق افتاده بود. حتی یه مطلبی رو نقل میکنن در زمان ائمه قبلی که یه زن خواننده اومده بود، میگن اینقدر جمع شدن که رو پشت بومای همون ساختمون هم ملت جمع شده بودن و اینقدر زیاد رفتن ریخ رو سر همین خواننده و مرد. بله. زمان امام سجاد هم این وقایع هست. یعنی یه مقداری این فضاها هم بالاخره شما تصور بکنید که وقتی کسی مثل یزید بشه خلیفه مسلمی خودش شراب خوار باشه و اون دیگه این امتدادش دیگه اینا طبیعتا رو مردم هم اثر میذاره دیگه. لذا چه بسا یکی از بحران ها هم این نوع بحران اخلاقی مثلا بوده. ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، یه گلچینی بکنید دیگه. در واقع مهمترین عبرت ها و درس هایی که ما از مجموعه زندگی امام جواد در امروزمون میگیریم چیا میتونه باشه؟ سرفصلش هم بگید مثلا. حالا یه روایت از امام علیه السلام هست که میفرمایند که هذا المولود الذی لم یولد اعظم برکة منه فی الاسلام لشیعتنا، که میگن از این مولودی با برکت‌تر برای شیعه نیامده. این برکت وجود امام جواد علیه السلام، حالا برکات متعددی برایشون ذکر کردن. یکی از برکات نسلی امام جواده که خب فرزندان امام جواد، اون حکیم خاتون عمه امام زمان که هنگام ولادت امام زمان تنها کسی که بالا سر بود ایشون بود، از دختر امام جواد ایشون و امام هادی علیه السلام و اون موسی مبرقع در قم هستن، امامزاده بسیار عظیم الشأنیه. یه برکت همین علمی و جلوگیری از انحرافات که حالا خود کودک بودن امام که اولا حتی امامت امام رضا رو هم طبق اون داستانی که عرض کردم ثابت کرد و بعد امامت خودشون رو با اون سوال و جوابها
و مهمترین نکته اینه که ولایت رو باید از طریقش پیدا کرد. یعنی همونطور که اون موقع در این که آقا امام حق کیه و ولی حق کیه، خب ما در زمان خودمون اینو داریم و راهش هم اینه. در جنگ جمل هم به امیرالمومنین یا صفین به امیرالمومنین اشاره کردن جمل بود که اونور اصحاب طلحه و زبیر و عایشه اینا بودن، طرف اومد به امیرالمومنین گفت حق با کیه؟ حضرت فرمودن اعرف الحق تعرف اهله. ما ملاک های ولایت و امامت رو بشناسیم. حالا امروز در عصر غیبتیم. خب امام زمان که علیه السلام که ظاهر نیستن. خب الان تکلیف ما چیه؟ ملاک ها رو بریم بشناسیم، با اون ملاک ها بفهمیم کی باید امروز ما ازش تبعیت کنیم. حالا در روایت اومده بحث فقیه عادل با کفایت و این بحران ها همیشه بوده، زمان خود امام معصوم بوده همینطوره. و لذا راه اینه که بریم سراغ خدمت شما عرض کنم منابع اصلی و حق رو بشناسیم انشاءالله. و خصوصا خواص مهمند. در زمان امام جواد علیه السلام بعضی مثل یونس بن عبدالرحمن داشتن میلغزیدن، ولی علی ابن جعفر علیه السلام، مهزیار، علی ابن مهزیار، همون ریان که عرض کردم، اینا خواص و اصحاب خاص امام بودن که جمع کردن مسئله رو با توجه دادن به اینکه امامت کوچکی و بزرگی ندارد و مبناها رو مطرح کردن. خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. اجرتون با امام محمد تقی سلام الله علیه. اوامر ندارین؟ سلامت باشید. مخلص شما هستم. یه راه دیگه ای هم که در ادامه فرمایشات آقا من می‌خواستم این فرمایش نورانی از امام جواد رو بخونم، دیدم چقدر تکمیل کننده فرمایشات آقا هست، چون فرمایش امام جواد هم هست، برای اینکه ما راه رو از چاه تشخیص بدیم همین الان. ایشان فرمودن که هر امتی آنگاه که کتاب آسمانی خود، یعنی قرآن، هر امتی آنگاه که کتاب آسمانی خود را رها کرد و دور افکند، خداوند علم آن را از آنان گرفت و آنگاه که دشمنان خود را به دوستی و سرپرستی گرفتند، خداوند آن دشمنان را بر ایشان ولایت و حکومت داد. دور افکندن کتاب به این بود که حروف و کلمات آن را به پا می داشتند و معانیش را تحریف می کرد. کتاب را می خواندند و روایت می کردند ولی آن را به کار نمی بستند. پس نادانان از این که آن را خوب می خوانند و حفظ می کنند خوشحالند و دانایان از این که آن را به کار نمی بندند اندوهناک. پناه بر خدا. التماس دعا یا حق